به ادوارز، اما کلا 2 دقیقه وقت دارم تا حریف مقابلمو الیمینیتد کنم. کلا 2 دقیقه وقت داریم، سریع باید راش بدیم. دیفند هم نیاز نیست. برو چقدر دیگه وقت داریم؟ 1 دقیقه و 40 ثانیه وقت داریم. برو. نباید لوز بدم. لعنت بهت با اون اندستونی که گذاشتی. تو رو خدا بمیر. آقا چالشو بردم. 1 دقیقه هنوز وقت داشتم. یه دقیقه وقت داشتم و چالشو بردم. ببین جودرت فکر نکن. آقا 2 دقیقه دوره استارت شد و من فقط 2 دقیقه وقتم که طرف رو الیمینیتد کنم. اوکی، مپش یه ذره بزرگه برای چالش من. اوکی این از این. چقدر دیگه وقتی؟ 1 دقیقه دیگه کلا وقتم طرف الیمینیتد کنم. تو رو خدا بیا بچه سال بازی در نیار. بیا. نمیخوام چالش رو ببازم. فایت بده. ببین بردیم، اما به چه قیمت؟ طرف AFK بود. پس میریم یه بچه دیگه. آقا 2 دقیقه رو من استارت کردم و اگر نتونم برسم به بدش و بدش رو بزنم و خودش رو الیمینیتد نکنم، خیلی صاف و صادق لوز میریم. امیدوارم طرف راش بده، من نمیرسم. چقدر دیگه وقت داریم؟ 1 دقیقه و 25 ثانیه دیگه وقته. وای بدش گلسه بد شد. بیا کلا 50 ثانیه وقت دارم. یا بمیرا. اوکی 40 ثانیه وقت دارم کلا. بیا تو رو خدا بیا. 40 ثانیه 38 ثانیه بودو. آقا چه خبره؟ 20 ثانیه وقت دارم ولی چه خبره؟ اش حالت خرابه تو. برو پایین دیگه. اسکول بابا، خود چرا اینجوری پلی میدید؟ 2 بچه ما رو اسکول کردید. در کل مرسی که این ویدیو رو دیدید. دم همتون گرم. سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو دیگه. فعلا پیس.